تشویش هم نمی‌پذیرم. گفتم وارا نماینده رئیس جمهور بودم از وزارتی چی میگن شب مجلس کارهای داخلی رسپولیک رو از کمیته خیرات کردن یک طرف بردن گفتم بایشون التماس ما همین است که از بالا تنگب بسیار است و بچه ها را بریسی مسجد نبیام تا شام 10 ساله را کمیته را ما تو شب شما رو کی پیش مرمون کردن سپارش بالاست میگه سپارش بالا میگه اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های من به مسجد دعوت کنم وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا میدین من از بالا من میترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین نوای وظیفه من جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره با گفتم رنگ خودم با شما هم داره گفتم داملا انا و یارو گفتم فتوا برارا رنگ زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردم پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جلب شدم شما گفتم من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره خوب هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که صدقه سر من بیزار من خطیبی توجه دیگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شد از من میترسم این از من چشم امید نکنید اشتراک داشته آها که اونجا نه مجلس رایانی بود نداشت رایانی کم آدمی رو مجلسش یا براتون جمع شدیم من هم ندادم دیروزو همین بار اول رفتیم یکم بار رئیس پالکم نو شده ما رو فیروز کردن که هم برای رئیس جماعت و مقای اومد هزار نروی نمیشه همین مجلس کشاده سیوش که یه آدم از پایان خیست دست جان کاغذ بود تاثیر همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادی هم من کنیم چطور قوقا میکنه هم مجادن همین از آن گفت شما نگاری که من غذامو خیست عصبم ویران شد ما تو خودت کیه یا وقت گو کی رئیس تکوی من بود تو رو جون دادو گردم از بین شد ما دونه आवाज بگو کیه با خیلی نشالی ملیسی رایونه ما دو اگر تو عروس میشدی من در جواب گفتی قبل میگردم دو عروس میشدی اگر من گذراند وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف همون پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسی خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روزی به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید امروز در کریم گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید جنگ شد رئیس گفت این دولت قانون داره ما قانون وقتی که قانون دولت خلاف کرونا ما قانون قبول نداریم وقتی جمع را بالا گفتن رو قانون میگن جمع شد آدم مسلمان از اذان ترس است. آیا میگم آواز اذان است که فیض برکت در اینجا است. و این گفتن اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تنده نمیاد. خاطر کجا بود. نه نشانی مدرسه به کار میان گفتم نه خوجینی بالا گید.